السلام علیکم اکای حاجی میرزا، التماس میکنم به سوال من جواب گردانید. یک شخص با من گفت که در دنیا خوش روی ترین یوسف است، پسر حضرت یعقوب. التماس میکنم سوال را پر فهمانی. او با ما گفت 99% خوشرویی را حضرت یوسف دارد و یک حصه او را در تمام بنده های مؤمن خداوند تقسیم کرده است. حق است. حضرت یوسف به نهایت زیبا بودند، به نهایت حسن و جمال داشتند. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند، چنان زینت داشتند. وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدند. دستهای خود خونشار کردن، درکدار نشدند، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میرفت. لیکن یکی از حدیث های پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم. شبی میگد 14 ماه بود میگد، یعنی شب 14 ماه چقدر روشن از زیبا هست. میگد من در پهلوی پیغمبر خدا نشسته بودم. پیغمبر میگد صحبت داشت، یعنی پیغمبر ما و شما. میگوید در همون خانه ای که نشسته بودیم نور پیغمبر خدا میگد همون خانه را فرا گرفته بود. همین صحابه پیغمبر میگوید قسم به خدا میگوید من گاه میگد مهتاب نگاه میکردم روشنیشه، گاه میگد چهره پیغمبر خدا را به خدا قسم که چهره پیغمبر میگه از مهتاب دیده روشنتر بود. یعنی پیغمبر ما و شما از مهتاب هم دیده روشنتر بودند. یعنی حسن رسول اکرم از حسن یوسف هم دیده بالاتر بودند. که بسیار پیغمبری مهربان، پیغمبری که نمیخواهد یک امت، یک نفر از امتش در دوزخ باشد. پیغمبری که در سین و سال خیلی پیرانسالی مثل کودک برای امتش گریه میکرد. انا همان پیغمبر چی میگوید؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل. جنت برای 3 گروه حرام است. جنت و نعمتهای جنت محروم می شود 3 طایفه. 3 گروه از راحت جنت محروم هستند. 3 گروهی هستند که از نعمتهای جنت محروم هستند. جنت علیه این 3 نفر حرام است. جنتی که امروز شما برای او کوشش دارید، جنتی که برای او شما تلاش دارید، جنتی که شما مشتاق او جنت هستید، اما همون جنت برای 3 طایفه حرام است. اینا کیا هستند؟ پیغمبر خدا گفت خب وارد جنت نمی شود. خب کیست؟ خب نفری هست که حیله‌گر است، نفری هست که فریبکار است. خبون تحلیلش همین است، نفری هست که فسق و فساد را در جامعه پهن میکنه. این را خبون میگویم. اینها وارد جنت نمیشوند. هر کسی که اگر حیله‌گر باشد، هر کسی فریبکار باشد، هر کسی در پیش تو می آید در برابر چو گوسفند سلیم، در قفا چون گرگ مردم خوار. هر کسی در پیش تو به نهایت شیرین است، بسیار صحبت های نیک دارد، دل بردارید میکند، لکن از پس مثل گرگ بالای تو هجوم کننده هست. اینا حیله‌گر هستند، اینا فریبکار هستند.
اینا فسق و فساد را در بین جامعه پهن کننده هستند. در دیگر حدیث دیدم پیغمبر خدا میگه لا یدخل الجنت خب ولا خائن، وارد جنت نمی شود خب که الحال تحلیلش برای شما کردم، خائنم وارد جنت نمی شود. گفت پیغمبر خائن کیست؟ خائن یک علامت منافقی است. بازم آن که وارد جنت نمی شود و بازم این یک علامت منافقی، این خائن است، یعنی خیانت است. خیانت این است ما در پیش یک برادر مال از دنیا میگذاریم، خواه یک روزه، خواه یک ماهه، خواه یک ساله، این را برای تو امانت میدهم، این مال مرا نگاه کن. لیکن بعد یک روز یا بعد یک ماه وقتی میای خبر میگیری الکه در مال تو خیانت کرده است، مال تو را از بین برده است، یا مال تو را به دیگر مال عوض کرده است، یا اینکه پیش یک برادرت یک سخن پناهی را میرسانی که برادر من تو را دوست میدارم، راز دل تا در پیش همون برادر میگویی و میگویی که همین سخن بین من و بین تو امانت ماند. لیکن این برادر وقتی که از پیش تو دور می شود و این سخن پناهی که تو بهر او گفتی در بین برادرها وقتی که پهن میکند، این هم از جمله خائن ها هست، این هم از جمله خیانتکارها هست. این خیانت در دین است. باز خیانت در وطن هم می شود، خیانت در ملت هم می شود. کسانی در وطن خیانت میکند آن کسانی هستند که میخواهند آبروی تاجیکستان در بین تمام دولت‌های دیگر پس کنند، قدر تاجیک پس کند، میخواهد تاجیک در روی دنیا همچون یک شخصیت خیلی پس شناسند. این گونه طایفه ها هم خیانتی در وطن میکنند، خیانتی در ملت میکنند. آن کسانی که میخواهند لباس تاجیک تغییر دهند، الان که ما الحمدلله تاجیکای ما و شما کرته چکن داشتند، دخترای ما و شما لباس اطلس داشتند که زینت تاجیک دو چند میکرد. امروز خائن های وجود دارد که لباس های مردم غرب در دختر ما و شما میپوشانند. این خائن ملتند، خائن وطنند. خلق را تقلیدشان برباد داد. حضرت لاهوری از سوز دل میگوید وقتی میبیند این دخترهای ما و شما را، این تاجیک هایی که لباس اصلیشان پرتافتند رو به مردم غرب، رو مردم بیناموس آوردن، حضرت از دلسوزی چی گفت؟ خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد، 200 لعنت بر این تقلید کارها. اینا خائن ملتند، اینا خائن وطنند. کسانی میخواهند رسم و اصول تاجیکان تغییر دهند، کسی میخواهد که اسلامی که 1500 سال پدر و بابا و اجداد ما و شما به او دین رفته است، امروز میخواهد دین ما را عوض دهد، اینا خائن دین ما و شما هستند، اینا خائن ملت تاجیک هستند. خائن ها هر ذیل می شود، خائن دینی هم می شود، خائن ملت هم می شود، خائن وطن هم می شود. امروز الحمدلله تاجیکستان ما رو به افزایش دارد، امروز تاجیکستان ما روز به ترقیات دارد، امروز تاجیکستان ما به بیناهای نو، آشیانه های بلند امروز دیده می شود. اینها همه فضل الله هستند و دستگیری رئیس جمهور هست. وقتی که اگر این مبلغ ها را اگر کسانی یافت شوند خیانت کنند و در جای خودش استفاده نبرند، اینا هم خیانتی در ملت می شود، خیانتی در وطن می شود. دیگر خیانت چی خیانت است؟ دیگر خیانت این است که امروز جای تأسف است وقتی به گوش ما می رسد که بچه تاجیک یک عسکری روس میبرد، با تمام شرایط مهیا میکند، دختری تاجیک بهر او تسلیم میکند. مر از احوال ده، تو دوزخی هستی، تو خیانت در ملت داری، تو آبروی تاجیک ریزانده ایستاده ای. از رسانه های اخباری شنیدیم
55 نفر دختری تاجیک از دبی با سرپرستی رئیس جمهور به تاجیکستان آوردند. و چی خاطر؟ به خاطری که اگر همون یگان روس است، امریکایی است، وقتی این دختری تاجیک استفاده برد، از او پرسید تو کی هستی؟ گوید تاجیک. آبروی تاجیکستان در روی دنیا پس می شود. و این خاطر امروز بچه نمازخوان، من با بینماز کار ندارم، بینماز و خیانتی در دینش کردگی هست. من با بچه نمازخوان که امروز دختری تاجیک سوار میکند، برده در خانه ای که اون اسکرها وجود دارد، در همین کولابی ما و شما، برده برای 50 سامان و 60 سامان دختر در او آدم فاسق تسلیم میکند. وای چی دختر استفاده کند در حکم، چی تو را استفاده کند، هر دو برابر است. الدال کالفاعلی، دلالت کننده مثل کننده است. تو دلالت کردی، تو در گناه و یاردم کردی. خدا در قرآن اگر شما نظر کنید سوره مائده آیت 2، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما یکدیگرتان در کار نیک، در کار خدا ترسی یاری کنید، در کارهای گناه، در کارهای سرکشی الله یاردم نکنید. این خیانتی در ملت تاجیک می شود، خیانتی در دین می شود. از این کار دست کشید. شرم است، عیب است. در کدام محله که این گونه خانه ها وجود دارد، خانه هایی که دخترهای تاجیک میبرند جمع میکنند، مردم بیگانه آمده این دخترها را استفاده میبرند. والله قسم به الله که داملای همون محله، وکیل همون محله، کسانی که گبرس هستند در همون محله، همش در نزد پروردگار مسئول هستند. اگر شما این خبرها را برده در همون اداره های دخلدار نسپارید، اگر اونها هم چاره ندیدند، خود محله داری چاره ندید، همه شما در غضب خدا گرفتار هستید. پیش راه اینها را گیرید. این طرفداری ملت تاجیک می شود. امروز تاجیک دختر دیگر شناخته نمی شود. احوالی که دختری تاجیک دارد وی را دیگر نمی فهمی که وی از کدام ملت باشد. این یک داغ است در ملت تاجیک. لا يدخل الجنة خب ولا خائن. خائن وارد جنت نمی شود گفت پیغمبر. خائن ها را فهمیدیم. خائن دولت است، خائن دین است، خائن ملت هم وجود دارد. یا آن کسانی که امروز میخواهند این تاجیکستانی که اینقدر آبادی ها دارد، اینقدر آرامی ها دارد، میخواهند که همین آرامی را از دست مردم تاجیک ما گیرند. اینا هم خیانتی در ملت تاجیک کرده ایستادند. برادرای عزیز، از من بسیار سوال ها می شود که ما امروز هر گونه جریان ها برآمده است، هر گونه دین ها برآمده است، و کدامش ما را توصیه می دهی؟ این سوال ها را ما را چی در ریگر و چی در دوشنبه کردند. من برای همه آن برادرایی که امروز مخلص من هستند، کسانی که مرا باور میکنند، کسانی که از پس من نماز میخوانند، محبتی بر من دارند، من به همه شما یک نصیحتی میکنم. امروز یگانه مذهبی که برای آرامی تاجیکستان مساعدت میکند فقط مذهب ابو حنیفه است. از این مذهب بیرون نشوید. فقط و فقط مذهب ابو حنیفه در تاجیکستان ما آرامیش مساعدت میکند. من هیچ پیروار و هیچ دینها و هیچ جریانها را تحقیر نمیکنم، فقط پیروای خودم دلالتی بر این میکنم که از همین مذهب بیرون نشوید. الحمدلله امروز تمام سرخطیبهای تاجیکستان در مذهب ابو حنیفه چی جای ضرر است؟ مذهب ابو حنیفه همون مذهبی هست که حدیث صحیح، آیت قرآن، این از مذهب ابو حنیفه ما و شما. کسی که اگر برای ناآرامی تاجیکستان کوشش ها میکند، هر گونه فتنه ها را بیدار میکند، اونها هم خائن ملت تاجیک هستند. اینا وارد جنت نمیشوند. حب الوطن من الایمان، این حدیث پیغمبر است.
وطن دوست داشتن از ایمان است. ما باید دوست داریم، باید محافظت کنیم، باید تاجیکستان ما آباد کنیم. دوامش کی بود؟ لا يدخل الجنة خب ولا منان. دوم طایفه ای که از جنت محروم هستند، نعمتهای جنت بر اونها حرام است، کسانی هستند که در دنیا در خیر احسانشان منت میکنند، منت میگذارند. منت چگونه هست؟ یک برادر تو دستگیری میکنی، چی محصولات خانه‌ش میخری، چی خانه‌دارش میکنی، چی برای او خانه بنا میکنی، بعدا یک زمان پس زبان منت بهر تو کشاده میشد، میگویی اگر من بهر تو خانه نمیکردم امروز بی خانه میماندی، اگر من تو را زندار نمیکردم تا امروز صاحبی زن نمیشدی، اگر من محصولات های خانه تو را آماده نمیکردم تو از فقر و گرسنگی از دنیا میگذشتی. اینا منت بالای صدقه گذاشتن است که این در نزد پروردگار اگر $1000 و $10,000 که صرف کرده باشی همه اینها بیکار شد، از اینها هیچ ثواب تو دریافت نکردی. وقتی که تو بالای صدقه، بالای این خیر احسان منت گذاشتی. ابوذر رضی الله عنه یکی از صحابه های جان فدا در دین اسلام میگوید، از پیغمبر روایت میکند، ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. پیغمبر خدا فرمودند سه طایفه هست که روز قیامت پروردگار با اینها صحبت نمی کند، یعنی خداوند با این سه گروه قهری هست، اینها قطعی صحبت نمی کند. ولا ینظر الیهم، و سوی این سه طایفه پروردگار نظرم نمی کند، زیرا بالای این سه طایفه پروردگار قهر کردگی است. ولا یزکیهم، این سه طایفه را پروردگار روز قیامت پاکم نمی گرداند، اینها را مغفرت هم نمی کند. ولهم عذاب علیم، باز پیغمبر خدا گفت بازم آن که با اینها پروردگار صحبت نمی کند، نظر رحمت نمی کند، پاکشان نمی گرداند، برای اینها عذاب علیم هست. علیم چگونه عذاب است؟ عذاب دردناک است، عذابی که اگر در وجود شما یک درد وجود پیدا میکند یا یک کارد در وجود شما زده میشود، وجود شما را دردمند میکند، بعد اینها گفت معامله چهارم پروردگار این است که عذاب دردناک در گرفتارشان میکند. حال ابوذر خاب و خسروا یا رسول الله من هم. وقتی فقرأها رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 مرات، این کلماتی که من گفتم این ابوذر غفاری میگوید 3 بار پیغمبر خدا گشته و برگشته گفتند، گشته و برگشته گفتند که خداوند با این 3 طایفه صحبت نمی کند، با اینها نظر رحمت نمی کند، اینها را پاک نمی کند، اینها را عذاب دردناک منتظر است. 3 بار حضرت ابوذر میگوید وقتی که پیغمبر خدا تکرار و تکرار این صحبت که کردن، گفتم ای پیغمبر خار و ذلیل شد، کیها هستند این 3 طایفه؟ حبیب خدا چی گفتند؟ المسبل ازاره، یکم نفری که پاچه های بروکش از بجلک پا به خاطر تکبری پایان میکند. والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب، دوم گفت همون سوداگری که با قسمهای دروغ سودای خودش را گرم میکند. یک برادر که در راستش آمد خواهد که یگان مال خریداری کند، اگر پسترین مالم که داشته باشد چی میگوید؟ و خدا هم قسم میخورد، به مادرشان قسم میخورد که مال من بهترین است، تا که برای سوداش گرم شدن تمام دروغ که استفاده میبرد. پیغمبر خدا گفت دویم طایفش انا منها هستند. المسلم اخو المسلم لا یظلموه ولا یکذبوه. پیغمبر خدا میگوید مسلمان برادر مسلمان است،
همون انسانی که از تو مال تا خریداری میکند تصور که وای برادری تو هست میگوید. مسلمان شعارش همین است که باید برادری مسلمانش خیانت نکند، ولا یکذبوه، برادری مسلمانش دروغ نگوید. این است شعار مسلمان. حبیب خدا گفت دویم طایفه ای که در این سه طایفه از رحمت الله دور بوده داخل می شود، انا همون سوداگری هست که مال خودش را با دروغ در برادر مسلمانش می فروشد. بار پیغمبر خدا بازار رفتن، مثل بازارهای امروز ما و شما نگاه کردن که یک خرمای خیلی زیبا در بالا ایستادگی هست. وقتی با دست مبارک خرما را برطرف کردن، پایان نگاه میکنن که همه خرماهای پوسیده و ویران شده در زیر است. حبیب خدا گفت این عمل تو حرام است. این پوسیده ها را با این تازه هایی که در بالا گذاشتی عررش کن، بعد به مردم بفروش. چگونه ای که امروز برادرای ما و شما در بالا مالهای تازه را میگذارند، در زیر مالهای خراب دارند. این عملم حبیب خدا گفت حرام است. سوم کی هست؟ والمنان، کسی هست که بما اعطیه، کسی که منت میکند به آن چیزی که وی خیر احسان میکند. اینم در چی هست؟ اینم در لعنت الله گرفتار است، آن کسی که منت میکند. امروز چگونه که منت را برای شما من تحلیل کردم، امروز همون برادرایی که ما و شما مجبورشان میکنیم که خیر احسان کنین، اون بیچاره ها سرسان و سرگردان میشوند و برای ما و شما خیر میکنند با یک طریق غم، با یک طریق خیلی آزار. اینم منت در راه الله میشود. وای بیچاره از خیر احسانش هیچ ثوابی نمیگیرد، زیرا وای از رضاگی دلش خیر نمیکند، زیرا وای از دست رسا داشتنش خیر نمیکند، وای فقط از ترس شما انسانهای پنجشنبگی خور میکند. انامین است، از ترس ما که رفته پنجشنبگی هاشون بخوریم تا که ملامت ما نکنند. اون بیچاره هیچ خیر احسان ده موفق نمیشود، برای از مجبوری میکند. یک برادر در همین جمعیت شما نشسته است، من نمیخواهم که او را در بین شما آزار دهم، میگوید یک گاو دارم، خودتان قضاوت کنین. خودتان یک گاو دارم، شیر میدهد، همگی 2 ماه دیگه مانده است که پنجشنبگی پدرم تمام شود، شرایطم نمیرسد. مجبور شدم که همون گاوی که از شیر او هم زندگی دارم هم فرزندان میخورد، مجبور میشم همون گاو فروشم، دیگر علاج ندارم. عیب میشود، شر میشود، مردم چی میگوید؟ همین حلال است، خودتان حکم کنید. همین حلال است برای ما و شما. همین یاردمی در برادر است که مجبورش میکنیم بله فروش، بلش از زندگی مان، بگذار فرزندکای تو بیشیرم که ماند، لیکن شکمی ما را سیر کن. همین برادری میشود. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. کجا میشود؟ مؤمن ها برادر مؤمن هستند، در غم و در خرسندی. وای غمدار است، وای نادار است، تا جایی که امروز دولتدارا، منصبدارها امروز یاردم کنن وای بیچاره را ما مجبورش میکنیم. آیا همین خیری به منت نمیشود؟ خودتان حکم کنید. شما ملا نیستین، لیکن خودتان با همون سوادی که دارین حکم کنین، گاوی همون بیچاره را برده میفروشید. مال یتیم است. خدا در قرآن سوره بقره ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلى سعیرا. خداوند چی میگوید؟ آن کسانی که مالهای یتیم ها را از روی ظلم میخورند، ظلمن میخورند، اونها مال نمیخورند، اونها آب و نان نمیخورند، بلکه اونها در شکمهایش و پروردگار میگوید آتش دوزخ میخورند. اینا با خداوند در قرآن در سوره بقره برای آن کسانی که مال یتیم ها را میخورند این وعید چیکار کرد؟ روان کرد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، آن کسانی که مال یتیم ها را از روی ظلم میخورند، انما یاکلون فی بطونهم نارا،
خدا گفت در شکمهاشان اونها آتش خورده ایستادند. در زیر همین تحلیل آیت پیغمبر خدا میگوید، حدیث روایت میکنه که روز قیامت یک گروه انسانها از قبر میخیزند، از دهانشان آتش میریزد. وقتی از آنها پرسیده میشد اینها کیا هستند، میگویند اینها نفرهایی هستند که در دنیا حق یتیمها را خوردند. انما احرج حق اللهم اینی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأه. پیغمبر خدا در دعا گفتند خدایا من گناهگار می شمارم در نزد ذات تو آن کسی که حق دو نفر پایمال کند، یکی حق یتیم را، یکی حق زن را. کسی پایمال میکند در نزد تو من گناهگار می شمارم. انا و کافل الیتیم هکذا و اشار بالسبابه الوسطى و فرج بینهما. پیغمبر گفت کسی در دنیا یتیم دوست می‌دارد، کسی در دنیا یتیمها را دستگیری میکند، من و وی همچنان هستیم. گفته همین دو انگشت پیغمبر خدا برداشت، روز قیامت گفت در پهلوی من انا همچنان نزدیک است. کسانی که غمخوار یتیم هستند، کسانی که در یتیمها یاردم میکنند. الساعی علی الارمله والیتیم کالمجاهد فی سبیل الله. پیغمبر خدا میگوید کدام جوان مردی که اگر پولدار و مالدار است یتیمها و بیوزنها را یاردم میکند، آنها را یاردم میکند، حکم وی در اسلام مثل مجاهدی در راه الله است. مجاهدی در راه الله. امروز ما حق یتیم میخوریم، حق برادر ما میخوریم تا جایی که ما و شما یاردم کنیم. امروز اگر شما برنامه شب، برنامه رئیس جمهور رفیق محمد گوش کردید که در داخلش فقط و فقط به تمام منصبدارها را، همون آدمانی که در اطرافش بود، اشارهشان کرد همه پول دارین، گفت یتیمها را یاردم کنین، مسکینها را یاردم کنین، فقیرها و بیچاره ها را یاردم کنین. همین شب در برنامهش اگر شما تماشا کرده باشید، تا جای ما یاردم کنین، مال اموال اونها را به تاراج میتیم. پناهش به خدا شکم خودمان سیر شود، احوال خودمان خوب شود، دیگر پروا یک برادر مسلمان ما نداریم. اینم منت است، اینم در منت داخل می شود. اون بیچاره با این خیر احسانش تا جای ثواب گیرد، یک بار در لعنت الله گرفتار می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. خداوند چی میگوید؟ سوره لیل است، پاره 30 از قرآن. هر کسی که از مال دادگی پروردگار خیر احسان میکند، فاما من اعطى، کسی که عطا میکند، کسی که خیر احسان میکند از مال دادگی پروردگار، و اتقا، بازم آن که خیر احسان میکند باز از خدای خود میترسد. این چی نیک بنده های هستند که هم خیر احسان میکنند هم از پروردگارشان میترسند. به خاطر چی؟ به خاطر که خیر احسان ما پروردگار را قبول بگردان. خدایا باز همین غیرت اسلامی هم را بیدار کن تا که خیر احسان ما زیاده کنم. هم خیر میکند هم از خدا میترسد. خداوند در قرآن در سوره طلاق برای کسانی که خدا ترس هستند میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. برای آدم خدا ترس سه مکافات پروردگار گفته ایستاده است. برای آن برادرانی که امروز همون سبب خدا ترسیشان است که امروز خیر احسان میکنند، امروز برادرای مسلمانشان و یتیمها و مسکینها و محتاجها را یاردم میکنند، همون سبب خدا ترسیشان است. و الا آدمایی که از خدا نمیترسند امروز نانی اونها را کسی نمیبیند، دستی با خیر اونها را کسی نمیبیند، برای اونها از خدا نمیترسند. خداوند در این سوره طلاق آدمای خدا ترس چی گفت؟
گفت کسی که اگر از خدا میترسد یجعل له مخرجا، از همه مشکلات خلاصش میکنم. هر حادثه ای که به سرش می آید، هر پریشانی ای که به سرش می آید، هر نگرانی ای که بالاش می آید، از همه اونها نجاتش میتم. در زیر همین آیت قصه می آورد از حضرت عوف ابن مالک اشجعی. میگوید وقتی که فرزندش اسیر دشمنها شد، با همراهی عائلش برای فرزندشان خیلی گریان شدند که فرزند ما در اسیر افتاد، دشمنها او را عذاب و مشقت میدهند. عائلش مصلحت داد که رو، گفت پیش حبیب خدا برو و بگو که فرزند ما در اسیر است، اسیر دشمنها هست، چیکار کنیم؟ وقتی این مرد آمد، پیغمبر خدا گفت ای عوف، گفت این راه اسلام راه مشقت است، این راه آرامی ندارد، راه راحت نیست. از هر جانب تهمتات میکنند، از هر جانب بخیلها و حسدها در حق تو هر گونه تهمتها را میپیچانند، هر گونه مصلحت‌های ناخوب از پس تو میگویند. چگونه ای که بعضی از برادرها میگویند حاجی میرزا از مذهب برآمده است. ما از مذهب نه، ما از مذهب همون ملاهای کربین برآمدگی هستیم، از مذهب خود او، از مذهب امام نبرآمدیم. هر گونه مشقت‌ها و هر گونه تهمت‌ها بالات میاد. گفت ای عوف، لیکن را با همراهی عائلت گفت یک کلمات تکرار کن. چی کلمات؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هیچ قوتی نیست، هیچ توانایی نیست و جز ذات تو ای الله. هیچ جای فریادرس نداریم ای پروردگار. این کلمات گرفت و به نزد عائلش آمد. این کلمات چند تکرار کردن. و ناگاه میگه یک شب در تق تق شد. پدرش حضرت عوف ابن مالک اشجعی میگه وقتی دروازه را میکشایم نگاه میکنم بچم از اسیر دشمنها خلاص شد، گریخت، همراهی خود باز یک رمه گوسفند دیگر را آورده است. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا میگه کسی از من میترسد از جای رزقش میدهم که در گمانش نیست، از جای رزق مییابد که در گمانش نیست. حضرت عوف ابن مالک فقط مرادش همون بچه بود، گوسفند نبود. که وقتی که آمد با یک رمه گوسفند آمد، برای که حضرت عوف ابن مالک از خدا ترسیدند، تکیه به الله کردند. و ما یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا میگوید کسی که بر من توکل میکند من در همه پریشانی ها برای وی کفایت کننده هستم، خودم برای وی کفایت کننده هستم. بس انسانی که از خدا میترسد. ابوالحسن ابن سینان، خدا ترسی را تماشا کنین که چی فایده ها میارد. صریح همه کارها ترس الله است. اگر همین ترس الله در دل همون انسان هایی که به دولتند باشد، امروز زکات میدهند، امروز همسایه های گرسنه و تشنهشان از سیر میکنند، امروز همان دخترهایی که از بین ملت تاجیک به ترتیب شدند و ماشین برده در مردم بیگانه اونها را نمی سپارد، بلکه اونها را باز شکار یاردم میکند که تا که این دخترها از این راه بد بگردند. اگر خدا ترسی در دلشان وجود داشته باشد. امام ابوالحسن ابن سینان که خیلی امام با غیرت بود، میگوید نزد حاکم مصر آمد که ابن طولون بود. وقتی در قصر او در آمد و طرف حاکم مصر گفت اتق الله. گفت میلش، گفت منصب خیلی بالا داری،
لکن از خدا بترس، از خدا بترس. این سخن برای شاه بسیار وزنین افتاد که مرا یک شیخ میگوید از خدا بترس. در او شاهی ظالم بوده است، شاهی بی عدالت بوده است، حکم کرد که یک شیر را 3 روز گرسنه مانید در یک قفس، چنان گرسنه مانید که حتی سنگ را یا چوب را، چیزی را که یافت در حال همچون طعام اکل کند خورد. حکم فرمان پادشاه را نوکراش اجرا کردند. یک شیر را 3 روز گرسنه ماندند. بعد 3 روز این شیخی که از خدا می ترسید گرفته به همون قفس بردند، به همون خانه. وقتی شیخ را در همون خانه که سر دادند، دروازه را پوشیدند، نوکرای پادشاه رفته خبر دادن پادشاه را که ما در پیش شیر پرتافتیمش. سحر آمده خواستن دروازه را میکشایند تا که احوال شیخ بینند در کدام احوال است، تا که از خون او، از استخوان او برای پادشاه خبر برد. لیکن وقتی آمدن نگاه میکنند که شیخ نماز میخواند، برابر شیر سجده دارد، برابر شیر سجده دارد. حیرت مانده، در حال به نزد شاه رفتن، گفتن احوال بسیار عجیب، تا جایی که این شیخ لقمه این شیر شود، برعکس شیر در عبادت در آمده است. گفتن شیخ را نزد ما بیار. وقتی شیخ را آوردن، شیخ خیلی با یک سر بلند، با یک سیمای خیلی زیبای و پیش شاه در آمد. شاه گفت عذرخواهی زیاد دارم پیش تو ای مرد، فقط احوال تا خبر بده که وقتی تو در همون خانه که در آمدی نزد شیر چیکار کردی؟ یگان ترس در وجود تو پیدا نشد؟ گفت پیدا شد. فقط یگانه گفت ترسیدم که مبادای این شیر بالای من هجوم کند و همین لباسی مرا بی نماز کند، من از نماز باز مانم. فقط از همین ترسیدم که دهان شیر نجس است. وقتی اگر دهان او در لباس من که زد، لباس من بی نماز می شود، من دیگر عبادت پروردگار من کردن می توانم. لیکن وقتی پام در همون خانه گذاشتم، چی گفتم؟ آیت قرآن خواندم: واصبر لحکم ربک فانک باعیوننا. ای بنده های من، در هر مشکلاتی که بالای شما می آید، پروردگار می گوید صبر کننده باشید، شما همه در نظارت من هستید. من این آیت خواندم و پیش شیر در آمدم. وقتی میگوید من در سجده که میرفتم، نگاه میکردم که شیرم در سجده برابری من سجده میکرد. کسی از خدا میترسد، تمام مخلوقی روی دنیا از او میترسد. و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. این است تحلیل این آیت. اگر مبادای به خانه یکی از ما و شما یک برادر قدم میزند، یا یک سائل، یک طلبنده میخواهد حاجت برآورد، در این حالت ما و شما باید چهره هامان ترش نکنیم، زیرا که خداوند در سوره والضحی خبر میدهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فاما السائل فلا تقهر. شما بالای طلبنده ها نهر نزنید، بالای طلبنده ها داد و فریاد نزنید. چگونه ای که امروز یک طلبنده وارد خانه ما می شود، ما و شما در حال به غیبت کردن او شروع میکنیم، این حال پروردگار ما را رخصت نمیدهد. هر کسی که می آید، امروز اکثر همون برادرای ما و شما از شرایط های وزنین، از اسراف های خیلی به معنی
امروز بیچاره ها همه تلبنده شدن. من میخواهم یک قصه را که جلال الدین رومی در نظم های خودش برای یک آدم تلبنده خانه یک بای میرود، اون بای چگونه یک بای بی انصاف بوده است، چگونه معامله میکند، بسیار یک قصه عجیبی هست. سائل آمد به سوی خانه، خشکنانه خواست یا ترنانه. یک بیچاره تلبنده خانه یک بای آمد، نگاه کرد که خیلی دروازه کلان، قریب 2.5-3 هزار دلار دروازه شد. فکر کرد همتش هم البته مثل همین است. امروز بعضی از برادرای ما و شما این جای ملامتش نیست، جای تحقیر نیست. ما طرفداریم که تمام جوانهای تاجیکستان، تمام مردم تاجیکستان بای باشند، لیکن بای باشند که با برای برادرای دست نارسشان یاردمچی باشند. من تحقیر نمیکنم هیچ وقت بای را. آمد دروازه را دید، یک دروازه خیلی کلان. خانه را دید، حیرت دماند. خانه ای که در 25-30 سال تمام نمی شود. امروز بعضی از برادرای ما تا 20 سال 25 سال یک خانه را می اندازند. چگونه یک شب رئیس جمهور امیر فکر یادآور شد، اگر گوش کرده باشین درباره این خانه های بلند آشیانه هم. قصه حضرت ابراهیم یادم آمد. بار حضرت ابراهیم، این قصه را اینجا میگذاریم. بار حضرت ابراهیم به صحرا برآمدن، نگاه کردن که یک موی سفید خیلی پیرانسال در یک گوشه در زیر یک درخت نشسته است و ذکر دارد. حضرت ابراهیم به نزدش آمد و سلام کرد: السلام علیکم، حالا چگونه است؟ گفت شکر الحمدلله خوب هستم. گفت من حضرت ابراهیم هستم، خانه در کجاست؟ رفته برای تو یک دعای کنیم، یک چای نوشی کنیم. حضرت گفتن من خانه ندارم. گفتن خانه نداری؟ گفت نه. گفت چند ساله ای؟ گفت 400 ساله هستم. امتهای پیشین عمرهای دراز داشتم، 400 ساله هستم. گفت چرا خانه نکردی؟ گفت آخر با 400 سال و 500 سال عمر گفت خانه کردن، این عمر من ضایع می شود. حضرت ابراهیم در حیرت افتادند. چی گفتند؟ به آخر وقت امتهای احمد، به عمر اندک معمیر به حد، به عمر 20 و 30 و 40 و 50 کنن معمیرهای خوب و رنگین، بسازن قصرها در اوج رفعت، به باغ و بوستان ایوان و مسند. گفته پیرانسال گفت، این شیخ گفت از پس من یک پیغمبر می آید که سردار پیغمبر هاست، امت او بهترین امت است. امت تو با عمری دراز 400 سال نکرده کازه ای پیری خوشحال. تو 400 ساله و با وقت نیست عمر کوتاهی میکنه. شیخ به حضرت ابراهیم چی گفت؟ تبسم کرد و پیر آمد به گفتار، قسم بر ذات آن دانای اسرار. اگر عمرم چو امتهای احمد، بودی من کردم در سجده مسند. با یک سجده بکردم من تمامش، بر روزی حشر می دادم سلامش. حضرت گفتن اگر عمر من 50 سال می شد ای ابراهیم، یا 60 سال می شد، قسم به عظمتی آن خدایی که تو را خلق کرده است، من با یک سجده این عمر 50 سال را بود می کردم. کجا 20 سال و 30 سال ای را من در عمارت میگذارم. نزیبت کس به این 2 روزه فرصت. حضرت مولوی جنونی گفتن نزیبت کس به این 2 روزه فرصت، گزارت طاعت و سازت عمارت. ای بیچاره عبادتش یک طرف مانده است، فقط در فکر عمارت است. همون انسان هایی که عمارت ها کردند، اکثریتش بیچاره همون خانه در داخل نشده از دنیا گذشته.
اینا را همه شما گواه هستید. از بعد کس با این 2 روزه فرصت گذارد طاعت و سازد عمارت، به آب و گل مسازی عمر را صرف، دلت تا فیض قدسی را شود ظرف. به این آب و خاک و به این مال دنیا میگه عمر تصرف کو، زیرا پشیمانی کلان دارد. این معنای را ندارد برادران شما خانه نسازین، خانه بسازین، لیکن خانه سازین که اقلا راحت شبینین. در 20 ساله اقلا در 5 سال تمامش کنین. یک برادر چی میگوید؟ ما گاگا یک همون غیرت های اسلامی ما بیدار میشود، در یک خانه رفتیم، باور کنین نمیگوی این خانه است، یک دشت همه خانه هست. از کلا بیرون بود. گو بابای ملا همین در بعض موعظات یک مسئله را همین خاطر رسان کن. همین حاجی ها 2 بار و 3 بار و 4 بار کجا میرن تا 10 بار رفتیستند. من گفتم ما طرفدار سخن شما هستیم، ما هم طرفدار که همین حاجی ها 1 بار روند، 2م و 3م و 4م شب به برادرها و فقیرها و یتیمها تقسیم کنند. ما هم طرفدار، لیکن میشید که همین دری که تو در خانه چسباندی در $2,500 خریده، میتونستی $500 دمی خریدی، 2,500 شب بیچاره ها تقسیم میکردی. اینش هم صورت خوب بود. این یک دشته که خانه کردی، یک پرکش برای خودت میگرفتی، دیگر شب یتیما را میدادی، اینش هم خوب میشد. این طرفاش هم شما اهمیت دهین. آمد نزد این دروازه، سائل آمد به سوی خانه، خشکنانه خواست یا ترنانه. گفت ای برادر، گفت این خانه و در خوش به حالت، گفت خیلی پول کلان داری، انشاءالله باوری دارم همتم داری، یگان پاره نانم بده. گفت ترم باشد می شود، خشکم باشد می شود. گفت صاحب خانه این جانان کجاست؟ خیره ای که این دکانی نان باست؟ بای چخیل میشه. بسیاری بای های هستن که علاقه مردم در نظرشون نمیتابه. بای های هستن که فقیرها را تحقیر میکنن. بای های هستن که میگد اگر آخی بنده خوب میشد خدا کم بغلش نمیکرد. البته یگان خدا زدگی داره که کم بغل شده است، حالان که نمیداند که الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء ب500 سنه. حدیث متفق علیه. بایها پیش از کمبغلها، پیش از بایها 500 سال پیش وارد جنت میشوند. این حبیبی خدا میگوید. بایها در حساب مال و ملکشان در نزد خدا قرار میگیرند. مال و ملک چیکار میکنن؟ حسابات میتن. من عین اکتسبه و فیما انفقه، از کجا آوردیش، در کدام راه صرفش کردی. تا این را حسابات میتد. 500 سال کم بغل علاقه وارد جنت است، راحت جنت استفاده بردیسته. نمیداند که یک زمان مثل همین کم بغل خودش کم بغل بود. یک تاریخی 10 ساله پیش تورق بودن، هیچ بودگان حرکی شدن. همین حادثه های برای ما و شما گذشتگی خودش گواهی میدهد. آدمایی بودن دولت داشتن که تا اگر ابدالآباد میخورد بسش بود، لیکن بیچاره به کفن رفت. آدمی بود که بیچاره یک نان پول نداشت، چنان دولت و سهولت پیدا کرده است که قارون مثل اون مال نداره. این قدرت الله است، این خدا داده است. حرام است حلال است نزد خدا خودش جواب میگوید، لیکن طعنه کردن در کار نیست. میخواهم صحبت دوام دیم، لیکن باز برای فهمیش شما یک قصه میارم برای همون بایهایی که زمان فقرشان فراموش کردند، زمان کم بغلیشان فراموش کردگیند. میگوید همراه یک بای، همراه زنش، بالای همون کتهایی که خیلی نقش و نگار دارد و $1000 و $2000 است، کرپچه های ملایم و بالشت های کلان کلان، با همراهی زنش میگد بالای همون کت نشسته بود. بناگاه در تق تق شد. گفت در را کشا. گفت در را میکشایم. بیچاره یک تل بنده می درآید پیش بای، در یک لعلی کلان یک مرغ بریان کردگی و زن و شوهر هر دو تناول دارند.
مرغ بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تره بر خانه است. سعدی میگوید برای آدم سیر میگوید مرغ بریان مثل نمی گشتی چه پیاز است که از این میگه به قدر است. آن که را دستگاه و قوت نیست شلغم پخته مرغ بریان است. آن کسی بیچاره هیچ شرایط ندارد برای یک شلغم بپز برای او مرغ بریان است. میگه سعدی این سائل در آمد دید مرغ بیچاره یک باره تمام وجودش یک لذت پیدا کرد که الحال در عمر مرغ دیدگی نیستم. شاید این بای با این قدر دبدبه هایی که دارد شاید از این پارک مرغ یگان چی ما را نصیب کنه. وقتی در آمد بزن این بای گفت میخواهم از همان مرغی که تناول داره یک پارک برای ما هم نصیب کنی. وقتی به شوهرش گفت کم بغل چی و مرغ پیش کن. گفت از خانه در پوش. بیچاره را از خانه پیش کرده. یک زمان گذشت غضب الله بیدار شد که سائل طلبنده را از نزد دروازه بیرون کرد. غضب الله بیدار شد و این بای مرغخور با گذشتن چند سال چنان کم بغل شد که دیگر حتی زن خودش را نان داده نمیتوانست طلاقش داد. از بین چند وقت گذشت این بای عاقبت طلبنده شد. خانه به خانه می طلبید. بار یک دروازه را تق تق میکند. همین بای به نیت طلبیدن دروازه کشاده می شود که باز یک خانه بای دیگر می درآید. می بیند در پیش زن و شوهر همون خانه‌دار مرغ ایستادگی هست. میگوید چی می شود که از همون پاره مرغ برای من چیز دیه. این مرد مثل او نبود. و زنش امر میکرد که بر همین مرغ در دست همون طلبنده بیده. وقتی زن بردد مرغ در دست طلبنده میدهد پس میگردد پیش شوهرش میآید و گریه میکند. شوهرش میگوید چرا گریه کردی؟ برای همین یک مرغی که رفت برای همین؟ نه. میگوید همین انسانی که برای طلبیدن خانه ما آمد این یک زمان شوهر من بود. همون بای میگوید این یک زمان شوهر من بود که ما همراه این مرغ میخوردیم. دولت کلان داشتیم. این مرد چی میگوید؟ میگوید تعجب نکن انا همان کم بغلی که خانه شما آمد و مرغش ندادید انا همان من هستم. و دولت مناست و مهنت ملال که این هر دو را زود از زوال. و دولت نناست. نگو منصب دارم، نگو دولت دارم، قدرت الله را تو یاد کن. و دولت مناز و به مهنت ملال که این هر دو را زود از زوال. زود است که کم بغلیت هم نابود می شود، زود است که دولت هم از دستت می رود. همین است رسم سرای درشت گه پشتی زین و گه زین بپوش. انا همین است رسم سرای درشت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من این قصه جلال الدین رومی را جمعه دیگر باز مجبور میشم در همین فصل صدقه با برای شما انشاءالله بیان کنم. خیلی خیلی قصه شیرین است از حال انا همون خیل بای هایی که به مردم دست درازی نمیکند. انا همین قصه به همونها بخشیدگی است. خدای مهربان عاقبت ما به خیر بگرداند، ایمان ما با سلامت نگه بدارد، غیرتی خیر احسان کردن را برای همه ما و شما خداوند نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا السلام علیکم ای واعظ حقیقت و پیرو محمد صلی الله علیه و سلم. البته هر یک سخن شما چه از کلام الهی، چه از حدیث نبوی و چه از نظم مولوی همه سوال است و جواب و هم پند است و حکمت. ما یک گروه دوستداران شما و مخلصان شما از ناحیه وخش خواهش داریم که در حق ما دعای خیر کنید. سوال: التماس بگوید که زنی که با جراحی فرزند تولد میکند نفاس میپاید یا نمیپاید؟ پیش از جواب نداریم. رحمت خدا بر شما باد.
و نفاس دم يعقب الولد ولا حد لأقله و اکثر 40 یوما. نفاس این خودش خونی هست که از پس فرزند میبراید. اقلش حد ندارد، چگونه که این اقل حیض 3 روز است، اکثرش 10 روز است. یعنی در بین همین 3 تا 10 روزه مرد با زنش خانه‌داری کردن میتواند، زیرا زن بیماری حیض گرفتار است. اقل حیض 3 روز، اکثرش 10 روز. لیکن نفاس ای از پس فرزند میآید. اقل ندارد، یعنی 3 روز و 5 روز ندارد، بلکه اکثرش 40 روز است. برای همین فرزندی که این برادر سوال کرده است که با طریق جراحت گرفته می شود، یعنی وی تولد نمی کند بلکه شکمش جراحی می کنند و طفل از شکم می گیرند. آیا همین نفاس می پاید یا نمی پاید؟ می پاید است. نفاس می پاید است. مادام همین فرزند که از شکم گرفته شد، الکه این خون میگوید خودش جاری می شده است، یعنی همون رحم مقدار خون دارد که وی خارج می کند. همون رحم الکه وقتی که خون خارج میکند، یا همون رحم که از همین طفل که خالی میشده است، الکه زن باید که همون عادتی که دارد باید که چیکار کند؟ باید بپاید. حتی از روی یک طبیبم پرسیدم، گفت که وقتی همین از روی مدیسین میگویند که وقتی جراحی که شد در شکم تا 10 روز حتی که مرد حقوق ندارد که به زن نزدیک شود. از این خاطر همین کودکی که به طریق جراحت هم که از شکم گرفته شود، وای باید که نفاس شو بپاید. نفاس همون زن خودش میداند چند روز است، یعنی از 3 کودک بعد الک زنها عادتشون میدانند. اکثرش 40 روز است برای یکم کودک، دوم کودک، سوم کودک. وقتی 4م کودک به دنیا آمد، او زن میداند که من در دوام مثال همین 3 کودک شده، در دوام 20 روزی قاق شده بود. برای این انسان، برای این زن 20 روز نفاس است، تمام. باقیش دیگر میتواند خانه‌داری کند، عبادت کردن گیرد. دیگر سوال هاشون نمیخوانم، من نمیخوام وقتی شما را گیرم. خدای مهربان